فرهنگ ارتباطات، مزیت رقابتی برخورداری از هویت مشترک، همدلی و درک متقابل در کار. نویسنده مایکل لیستالاد. خلاصه کتاب: چه چیزی فرهنگ یک شرکت رو تأثیر گذار میکنه؟ هسته‌ای قدرتمند متشکل از مدیرانی با درآمد بالا یا نیروهای کاری که انتظار میره کارشون رو انجام بدن و ساکت بمونن؟ هیچ کدوم. کلید فرهنگی که کارمندان و مدیران رو شاد نگه میداره و اونها رو به موفقیت‌های مالی میرسونه ارتباطاته. در کتاب فرهنگ ارتباطات، مایکل با استفاده از داده‌ها و نتایج تحقیقاتی موفق‌ترین فرهنگ‌های کاری شرکت‌های جهان کشف می‌کنه که چه چیزی این فرهنگ‌ها رو تا بدین حد تأثیرگذار کرده. پاسخ اون چیه؟ ارتباطات، یعنی ارتباط میان افراد و تیم‌ها و ارتباط میان کل اجزای سازمان. پس چرا بسیاری از افراد و سازمان‌ها در ایجاد فرهنگ ارتباط شکست می‌خورن؟ استالاد به دنبال یافتن پاسخ این سوالات می‌گرده و سپس رهبران رو به سمت برقراری ارتباطات مؤثرتری هدایت می‌کنه. اون اطلاعات خودش رو در مورد برخی از بهترین فرهنگ‌های سازمانی دنیا و نحوه حفظ روابط در سطح بالا رو با ما به اشتراک میذاره. اون همچنین خطرات بیشمار ناشی از ارتباطات ضعیف در سازمان و تأثیر اون بر نابود کردن پتانسیل‌های شرکت رو به ما نشون میده. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده میشه: 3 دسته اصلی فرهنگ سازمانی چه هستند و چرا برخورداری از فرهنگ ارتباطی تنها مسیر پیش رو برای موفقیته؟ چگونه از مدل بینش، ارزش و نظر برای ارزیابی و ارتقاء فرهنگ شرکتتون استفاده کنید؟ مفهوم ابرقدرت ارتباط چیه و در صورت قطع ارتباط در معرض چه مخاطراتی قرار میگیریم؟ چطور میتونید برای تبدیل کردن فرهنگ شرکت خود به فرهنگ ارتباطات برنامه ریزی کنید؟ درباره نویسنده: مایکل لیستالاد بنیانگذار و رئیس شرکت ایپلوریبوس پارتنرز و کانکشن کالچر گروپ که سخنرانی‌ها و کارگاه‌های مهمی رو در زمینه مدیریت و فرهنگ تیمی و سازمانی ارائه میده. اون همچنین نویسنده کتاب‌های آتش گرفته، چگونه آتش شور و اشتیاق رو در تیم خود شعله‌ور کنید و کتاب خلاقیت و بازدهیه. سالاد در بسیاری از سازمان‌های پیشگام از جمله کوستکو، گوگل، جانسون اند جانسون، مرکز سرطانشناسی اندرسون و مرکز فضایی جانسون در ناسا به سخنرانی پرداخته و دوره‌های آموزشی مختلفی برگزار کرده. میکرو شماره 1: دیدگاهی جدید نسبت به مفهوم مدیریت و فرهنگ سازمانی. اگر تنها تمرکز یک مدیر بر اون باشه که کارها در سازمان اون به انجام برسه، موفقیتش ناپایدار خواهد بود. مدیران باید محیطی رو ایجاد کنند که در اون افراد به شکوفایی و عالی ترین سطح و درجه خودشون دست پیدا کنند. سوال مهم اینه که برای ایجاد چنین محیطی چه کاری باید انجام بدید و نقش فرهنگ در ایجاد یا عدم ایجاد این بستر چیه؟ اول از همه باید بدونید که 7 نیاز بشری و جهان شمول وجود داره که افراد در محیط کار به دنبال تأمین اون هستن. همچنین باید نسبت به 3 نوع فرهنگ کاری مختلف از جمله فرهنگی که به بهترین شکل سلامت و بازدهی افراد و سازمان‌ها رو ارتقا میده آگاه باشند. در بخش‌های بعدی این کتاب از این فرهنگ‌ها مطلع میشید و مدلی ساده، به یاد موندنی و عملی رو برای خلق بهترین فرهنگ سازمانی می‌آموزید. این دانش به شما کمک میکنه تا متوجه بشید برای پیشرفت کردن به چه نوع فرهنگی نیاز دارید و نیز فرهنگی رو در اختیار شما قرار میده که اولاً باعث شکوفایی افراد تحت مسئولیت شما خواهد شد و ثانیاً به کمک اون فرهنگ میتونید از طریق تأثیرات خود بر روی شرکت منابع انسانی رو هدایت کنید. میکرو شماره 2: عامل X.
آیا میشه بهترین فرهنگ تیمی و سازمانی رو انتخاب کرد؟ آیا عامل ناشناخته‌ای در فرهنگ وجود داره که باعث میشه برخی از شرکت‌ها و افراد نهایت تلاششون رو به کار بگیرن و باعث موفقیت گروهی بشن؟ پژوهشگران دریافتند که سازمان‌ها شبکه‌ای از رفتار رو تشکیل میدن که تنها با نظریه‌های پیچیده میتونه اونها رو به تصویر بکشه. در این بین مدیران تاثیرگذار به نیروهاشون اهمیت میدن و روابط مثبتی رو ایجاد میکنن. ارتباطات یک نظریه عمومی نوظهور در زمینه فرهنگ سازمانی و مباحث مدیریتیه که رویه‌های مختلف رو با هم ادغام میکنه. میشه با اطمینان گفت که به کار بردن یک فرهنگ واحد در دنیای کاری به شدت متغیر امروزی واقع بینانه نیست. اما سازمان‌هایی که عملکرد سطح بالا و مستمری دارند، دارای عناصر مشترکی در فرهنگ خود هستند که اونها رو قادر می‌سازه تا در صنعت خود بهترین باشند. با اینکه وظایف این شرکت‌ها بر اساس نوع صنعت اونها متفاوته، اما وقتی نوبت به جنبه‌های ارتباطی میرسه، در همه این سازمان‌ها فرهنگ مشترکی قابل مشاهده است. همون فرهنگی که دارای درجه بالایی از ارتباطات انسانیه. برای ارزیابی این فرهنگ چند لحظه تأمل کرده و به زمانی فکر کنید که نسبت به کارتون اشتیاق داشتید. چه عواملی موجب انرژی گرفتن شما از کارتون میشد؟ سپس به زمانی فکر کنید که کارتون به شدت انرژی شما رو تحلیل می برد. چه عواملی باعث تحلیل رفتن انرژی و خستگی شما شده بود؟ فرهنگی که اکنون در حال تجربه اون هستید رو چگونه توصیف می کنید؟ آیا این فرهنگ شما رو با همکاران و سازمانتون مرتبط میکنه یا شما رو کنار میزنه و حس قطع ارتباط با دیگران رو در شما ایجاد میکنه؟ فرهنگ ارتباطات شیوه فکری جدیدی نسبت به مفهوم مدیریت و فرهنگ سازمانی ارائه میده. شما میتونید یک فرهنگ رو با نگاه کردن به دیدگاه‌ها، استفاده از زبان و رفتارها شناسایی کنید. برای اینکه کشف کنیم که چه چیزی باعث نهادینه شدن و تقویت فرهنگ ارتباطات میشه، باید تفاوت فرهنگ‌ها در زمینه تأثیر اونها بر روی سلامتی و عملکرد افراد و سازمان‌ها رو بررسی کنیم. در قسمت‌های بعدی این رویکرد جدید رو می‌آموزید و کشف می‌کنید که چگونه از نیروی ارتباطات انسانی استفاده کنید. میکرو شماره 3: انواع فرهنگ ارتباطی. به طور کلی 3 نوع فرهنگ ارتباطی وجود داره: فرهنگ کنترل، فرهنگ بی‌تفاوتی و فرهنگ ارتباط. در فرهنگ کنترل، افرادی که قدرت و موقعیت اجتماعی دارند و تأثیر گذارن بر دیگران حکومت میکنن. فرهنگ کنترل محیطی رو ایجاد میکنه که در اون افراد از اشتباه کردن هراس دارن و ریسک نمیکنن. این فرهنگ قابلیت نوآوری افراد رو نابود میکنه، زیرا اونها از بیان کردن نظراتشون میترسن. کارمندان احساس میکنن طرد شدن، امنیت ندارن، به شدت از اونها انتقاد میشه و زیر ذره بین هستن. فرهنگ های کنترل خصوصیات مشترکی دارن. اونها معمولاً سلسله مراتبی بوده و ماهیتی بسیار رسمی دارن. همچنین حلقه‌ای درونی متشکل از نور چشمی ها در این فرهنگ دیده میشه که از بیشترین قدرت، تأثیرگذاری و موقعیت اجتماعی برخوردارن و بالاترین مسئولیت ها و بیشترین حقوق و دستمزد به اونها تعلق داره. دومین مورد فرهنگ بی‌تفاوتیه که امروزه بر جامعه غالب شده. در این نوع فرهنگ افراد به قدری درگیر وظایفشون هستن که نمیتونن وقتشون رو روی تقویت سلامتی و روابط حمایتگر سرمایه گذاری کنن. برخی مدیران برای ماهیت ارتباطی کار ارزشی قائل نیستن. دیدگاه اونها، چه اون رو به زبان بیارن یا نه، اینه که شما در ازای کاری که انجام میدید حقوق میگیرید. برام مهم نیست نسبت به کارتون چه حسی دارید یا در محیط کار دوستی دارید یا نه. من به تنها چیزی که اهمیت میدم انجام شدن وظایفتونه.
افرادی که در محیطی با فرهنگ بی‌تفاوتی کار می‌کنند، احساس می‌کنند که تنها ابزاری برای انجام یک هدف هستند و کسی برای ذات انسانی اونها ارزشی قائل نیست. اونها احساس می‌کنند که همچون چرخ‌دنده‌های یک ماشین هستند، اهمیتی ندارن، از اونها تقدیر نمیشه یا حتی دیده نمیشن. در نتیجه بسیاری از این کارمندان در این نوع فرهنگ‌ها دچار کمبود ارتباط میشن. البته ممکنه نیت مدیران این باشه که سازمان رو به موفقیت برسونن، اما این خیرخواهی برای شرکت میتونه نقاط کوری هم داشته باشه. این نقاط ضعف منجر به فقدان تمرکز سازمانی و انباشت کاری برای اون دسته از زیر دستانشون میشه که تفکر غیر منطقی دارن و بنابراین کارمندان رو از نظر روانی به هم میریزن. مدیران باید بدونن که برای دستیابی به عملکرد برتر و پایدار، هر یک از اعضای سازمان باید به شکل آگاهانه در زمینه کار و روابطشون به تعالی برسن. فرهنگ ارتباطات باعث رسیدن به تعالی در کار و روابط میشه. در فرهنگ ارتباط مردم به یکدیگر و به کارشون اهمیت میدن، زیرا به نفع انسانهای دیگره. اونها وقتشون رو صرف ایجاد روابط سالم میکنن و به نیازهای دیگران نیز میپردازن. اونها میپذیرن که هر فردی بر اساس تجربه و سوابق قبلیش حرفی برای گفتن داره و میدونن که داشتن ایده ها و نظرات مختلف در یک محیط کاری قدرت به حساب میاد. این پیوند ارتباطی به غلبه بر تفاوت‌هایی که از مدت‌های مدیدی افراد را از یکدیگر جدا کرده کمک میکنه و حس وحدتی رو به وجود میاره که انرژی بخش و حمایتگره و باعث بالا رفتن بازدهی و نوآوری شرکت میشه. میکرو شماره 4: مدل بینش، ارزش، نظر. اولین عنصر یک فرهنگ ارتباطی بینشه و این عامل در فرهنگی وجود داره که همه افراد توسط مأموریت خود انگیزه گرفته، از طریق ارزش‌هاشون متحد گشته و به شهرت خود افتخار میکنن. وقتی افراد باورها یا اهداف مشترکی داشته باشن، با هم متحد شده و انگیزه میگیرن. بینش تنها به شناسایی و اجرای مأموریت ختم نمیشه، بلکه شامل درک نحوه اجرای مأموریت یک سازمانه. به بیان دیگه، بینش شامل ارزش‌ها و باورهای سازمان درباره درست و غلط‌های مدیریت کسب و کاره. مأموریت و ارزش‌های یک سازمان از جمله مطابقت یا عدم مطابقت با استانداردهای اون اعتباری رو به وجود میاره که کارمندان به اون افتخار میکنن. نسبت به اون بی تفاوت نبوده و احساس شرمساری نمی کنن. وقتی کارمندان به شهرت و اعتبار شرکتشون افتخار کنن، احساس ارتباط بیشتری خواهند داشت. دومین عنصر از فرهنگ ارتباط ارزشه. این عامل بدین معناست که افراد به دلیل ذات خود و نه صرفاً به دلیل اونچه تولید میکنن دارای ارزشن. ارزش زمانی در فرهنگ وجود داره که همه افراد نیازهای همدیگر رو درک کنن، از مشارکت‌های مثبتشون قدردانی کنن و به سایرین در جهت شکوفایی پتانسیل هاشون کمک کنن. سومین عنصر در فرهنگ ارتباطات نظره و زمانی وجود داره که هر کسی به دنبال شنیدن ایده ها و نظرات دیگران باشه، ایده های دیگران رو صادقانه به اشتراک بذاره و از ارتباطات منطقی حمایت کنه. در فرهنگی که به نظر دیگران بها داده میشه، تصمیم گیرندگان به قدری متواضع‌اند که میدونن حق انحصار ایده های خوب رو ندارن و باید به نظرات و دیدگاه های دیگران گوش بدن تا بتونن بهترین تصمیمات رو بگیرن. وقتی ایده ها و نظرات افراد پرسیده و به اونها بها داده میشه، نیاز اونها به احترام، شناخته شدن و حس تعلق داشتن تأمین میشه. مهم تلقی شدن باعث میشه افراد با همکاران خود ارتباط برقرار کنند، در حالی که بی اهمیت تلقی شدن نتیجه‌ای عکس داره. میکرو شماره 5: ابرقدرتی به نام ارتباط و خطرات حاصل از قطع ارتباط. ارتباط یک ابرقدرته، توربوشارژیه که افراد رو شادتر، باهوشتر و سازنده تر میکنه.
حداقل این موضوعیه که استاد رشته عصب شناسی دانشگاه UCLA متیو لیبرمن در کتاب چرا مغزهای ما علاقه به برقراری ارتباط دارند به شرح اون پرداخته. اما با این حال اکثر افراد هنوز ارتباط رو به عنوان ابرقدرتی که میتونه از اونها حمایت کنه و عامل پیشران اونها باشه نمیشناسن. در نتیجه از فواید اون بی بهره میمونن. اونها ممکنه با فرهنگ‌هایی زندگی و کار کنن که اونها رو محدود کرده تا نتونن اونطور که باید برای لذت بردن از یک زندگی سازنده ارتباطات رو تجربه و احساس کنن. مردم وقتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرند، چرا که ارتباط روی هر چیزی از اعتماد به نفس گرفته تا کنجکاوی و مهارت‌های اجتماعی، اشتیاق، پشتکار و توانایی مقابله در برابر استرس تأثیر می‌ذاره. اما قطع ارتباط خاصیت عکس داره. وقتی افراد احساس عدم ارتباط میکنن در معرض استرس آسیب پذیر میشن و با بالا رفتن سرعت تغییرات و رقابت در بازار کار جهانی طبیعتاً سطح استرس نیز افزایش پیدا میکنه. به طور خلاصه روابط انسانی برای سلامتی، شادی و بازدهی افراد اهمیت دارند. عدم ارتباط با ایجاد عواقب منفی از جمله بیماری، اضطراب، افسردگی، اعتیاد و خودکشی مانع شکوفایی پتانسیل‌های انسانی میشه. ما به خاطر خودمون و به دلیل تأثیری که بر روی اطرافیانمون میذاریم باید در زندگی خود به اندازه کافی با دیگران ارتباط داشته باشیم. میکرو شماره 6. برای برخورداری از مدل بینش، ارزش، نظر باید چه کنیم؟ در ادامه 15 اقدام برای ساخت و حفظ فرهنگ ارتباط ارائه میدیم که شامل 5 اقدام عملی برای هر یک از عناصر سه‌گانه فرهنگ ارتباطی یعنی بینش، ارزش و نظره. بینش این عنصر زمانی وجود داره که همه افراد از مأموریت خود انگیزه گرفته باشند، توسط ارزش‌های مشترک متحد شده و به شهرت و اعتبار شرکت خودشون افتخار کنند. بنابراین باید یک عبارت هویتی الهام بخش برای سازمان بسازید که به ایجاد ارتباط کمک کنه. 5 اولویت برتر سالیانه شرکت رو مشخص کنید. ارزش‌های اصلی که ایجاد ارتباط می‌کنند رو شناسایی و نهادینه سازی کنید. به طور مستمر افراد رو با هویت الهام بخش خودشون مواجه کنید. مهارت‌های ارتباطی رو در افرادی که تازه استخدام کردید تقویت کنید. ارزش این عنصر زمانی حاضره که همه به نیازهای یکدیگر آگاه بوده، از اقدامات مثبت دیگران تقدیر کرده و به همدیگه در جهت شکوفایی پتانسیل هاشون کمک کنند. پس به عنوان یک مدیر باید از ایجاد و تقویت روابط شخصی حمایت کنید. افراد رو در نقش‌های صحیح قرار بدید. برنامه‌های رشد و ارتقای فردی رو طراحی و پیاده سازی کنید. برای حمایت از پیشرفت شخصی افراد، برنامه آموزشی تدارک ببینید و مربیانی رو به کار بگیرید. به افراد در برقراری مهارت‌های ارتباطی کمک کنید. نظر این عامل زمانی وجود داره که همه به دنبال نظرات دیگران بوده، ایده های دیگران رو با صداقت به اشتراک میگذارن و از روابط خودشون به شدت محافظت کنن. بنابراین اگر یک مدیر ارشد هستید باید برای ارتقای ارتباطات سازمانی یک اتاق گفتگو تشکیل بدید. برای گرفتن داده‌های ورودی به جهت تصمیم‌گیری و توسعه ایده‌ها، جلسات تبادل نظر تشکیل بدید. برای ارزیابی رویدادها و فعالیت‌ها، جلسات تبادل نظر برگزار کنید. برای محافظت از روابط موجود، جلسات آموزشی ترتیب بدید. و در نهایت برای حفظ روابط مابین کارکنان تلاش کنید. میکرو شماره 7. فرایند 5 مرحله‌ای برای پیاده‌سازی فرهنگ ارتباطی. ایجاد فرهنگ ارتباطی به معنای تغییر فرهنگ کنترل و یا فرهنگ بی‌تفاوتیه. شما برای دستیابی به یک تغییر ماندگار و مؤثر نیاز به تلاش و پشتکار دارید.
5 گامی که اکنون بیان می کنیم برای توسعه و حفظ فرهنگ ارتباطی طراحی شدند. گام اول، بین اعضای گروه خودتون ذهنیت ارتباطی ایجاد کنید. گام دوم، با ایجاد عادت‌هایی که ذهنیت، زبان و رفتار ارتباطی رو به وجود میارن، فرهنگ بینش، ارزش و نظر رو در سازمانتون پیاده سازی کنید. گام سوم، در هر یک از زیر فرهنگ‌ها میزان ارتباطات رو اندازه‌گیری کنید تا مدیران مرتبط بتونن افرادی رو که در زمینه برقراری ارتباط نیاز به کمک دارن شناسایی کنید. گام چهارم، افراد رو هدایت و راهنمایی کنید تا به اعضا و مدیرانی تبدیل بشن که با دیگران ارتباط برقرار می‌کنن. گام پنجم و پایانی، اقدامات مربوط به برقراری ارتباط رو ترویج کنید. در پایان باید بگیم که شما هم باید مانند سازمان‌های بزرگ در رابطه با پرورش ذهنیت ارتباطی، مهارت‌های ارتباطی و کاراکترهای ارتباطی هم در درون خود و هم در درون سازمانتون عملگرا باشید. شما میتونید این کار رو از واحد تحت مسئولیت خودتون شروع کنید و بعد اون رو به سایر بخش‌های سازمان اشاعه بدید. پایان کتاب. ممنونم از اینکه با ما در این خلاصه کتاب همراه بودین.